خشک اگر کار کنیم و یا میشه این قسمت هم به شکل الکوبان کار بکنه. خب دیده میشه. اینجا هم چقدر پیک در نظر میگیریم. این پیک نظر به اینی در نظر میگیریم که خط فعلا مساوی به ای است. خب بعد اینجا تا اینجا کلیک میکنم. خب به این شکل مثلا 60 سانتی اگر پیک در نظر بگیریم و 15 سانتی هم به این هم در نظر بگیریم، به این شکل چی میشه؟ پیک میشه. خب تا اینجا میارم و دوباره از این پیک پوینت میگیریم، در اینجا پست میکنیم، کلیک میکنیم. خب این خشتکاری هم در پشت سری از این تماما چی شده؟ خشتکاری شده. این خشتکاری چی است؟ خطش معلوم میشه ولی در سکشن نمیاد. دوباره چی کار میکنم؟ اینجا کلیک میکنم، اسکلی از این میشه مثلا چند 3 بسازم، کمی کلان شد، 3 کلان شد، من 2 میسازیم و بعدش پیک پوینت و هم میاریم. این قسمت هم خشتش قطع میشه، نشان میدیم. خب این قسمت چی است؟ خب بعد اینجا پایین 90 سانتی زمین است، در 90 سانتی 90. خب 90 سانتی اینجا بود. ما و شما باید چه کار کنیم؟ نظر به اینجا ما یخبندان در نظر نگرفتیم. میشه پایه ها را چی کنیم؟ پایه ها را 40 سانتی خودش است. 30 سانتی دیگه من پایین تر میبرم و این قسمت هم باید چی شود؟ به همین شکل 30 سانتی دیگه هم باید پایین برم. به خاطر چی؟ به خاطر عمق یخبندان در 70 سانتی و 80 سانتی یا 60 سانتی نظر به ساحه میبینیم که آیا فرق میکنه یا نه. این نظر به ساحه که ما و شما ساختمان میسازیم باید عمق یخبندان رو در نظر بگیریم. من اینجا 70 سانتی در نظر گرفتم عمق یخبندانه. خب اینجا مهم نیست، این خط میشه روی زمین تپه‌کاری بکنیم، بعد از تپه‌کاری ایران بسازیم. خب به این شکل خب به این شکل چی شد؟ سکشن اینجا قسمت این پایین تر هم یک چند سانتی در نظر گرفتیم. اینجا زمین مشخص میکنیم که به این شکل است.
خب تقریبا کار نزدیک تمام است. فقط قسمت های ارتفاعات هم مشخص میکنیم. وقتی ترسیم ارتفاعات طریق های مختلف وجود داره، این به شکل مختلف نمایش میتن. لیدر با لیر بسازم. خب میشه از لیدر هم استفاده بکنیم. اینجا خط بودیم مثلا در این قسمت. خب اینجا می خط به این شکل میتیم. بعد از این مثلا 50 سانتی یک خط میتیم. باید چیکار میکنیم؟ خط انتخاب میکنیم و اینجا کپی میگیریم، در اینجا پیست میکنم، در اینجا پیست میکنم و در قسمت هایی که ارتفاعات نشان میتن چی میکنیم؟ خب در قسمت پیست میکنیم، در قسمت پیست میکنیم. خب در اینجا نیاز است، در اینجا نیاز است و در اینجا. خب بعدش این خطوط حذف شود. خب یک لیدر میگیریم LE انتخاب ارتو غیر فعال باشه. اینجا به این شکل دوباره کلیک میکنیم، رایت کلیک، دوباره رایت کلیک. خب نوشته میکنیم ارتفاعش منفی چند است. اینجا زمین باشه 40 سانتی و 40 سانتی. 30 سانتی این قسمت بود، 40 سانتی جا بود. به این معنی که چقدرش منفی به میتر میگذاریم منفی 0.7. پس از این کپی میگیریم، سی او انتر، از اینجا در اینجا میاریم، در قسمت، در قسمت. خب در اینجا خب اینجا منفی چند میشه؟ منفی 30 سانتی میشه. اینجا منفی چند است؟ خودی از این باید یک تا صفر بتیم براش، یک تا لیر صفری، خط صفری باید داشته باشیم. خب پس از اینجا میشه 30 سانتی آفست بکنیم. این خط میشه 30 سانتی آفست بکنیم. زمین نشان میده، کپی میکنیم. اینجا چند نوشته میکنیم براش؟ میشه مثبت منفی صفر نوشته کنیم با 0.00 یا 0. خب 0. اینجا هم یک صفر دیگه براش باید علاوه کنیم. اینجا هم یک صفر علاوه میکنیم. خب اینجا چند میشه؟ اندازه میکنیم. 90 است. 0.90 مثبت 0.90. دوباره از صفر اندازه میکنیم. و اینجا چند است؟ 2.25 مثبت 2.25. BLI دوباره اندازه میکنیم. عدد 4.85. خب عزیزان اینجا چی شد؟ تکمیل شد. قسمت بام هم میشه در نظر بگیریم. چی در نظر بگیریم؟ از بالای خود سلب بام مثلا 7 سانتی خشتی سوخته در نظر بگیریم که به خاطر عایق حرارت، و بعدش هم 3 سانتی 5 سانتی پلستر در نظر بگیریم این مساله، و بعد از اون 3 سانتی یا 2.5 سانتی ایزوگام در نظر بگیریم. خب از بالای ایزوگام هم میشه 5 سانتی هم دوباره چی در نظر بگیریم؟ مساله و
کاشی در نظر بگیریم و یا که زوم کردیم و دیگه چیزی هم میشه در نظر نگیریم. یا میشه میره چی کنیم، فقط در اینجا یک بیرق بزنیم، نوشته بکنیم و در سکشن هم نشان ندیم میشه. اینجا به این شکل یک خط انتر این شکل F8 فعال باشه. خب اینجا چی میکنیم، به این شکل 140 در نظر بگیرم. خب فعلا کمکی هست. اینجا یک تکست در نظر میگیرم، CO اینجا یک کپی میکنم میاریم در اینجا پست میکنیم. خب چی نوشته میکنیم، لایر زیریش چی باشه، پلستر کانکریت است 2.5 سانتی متر پلستر، یا نوشته میکنیم پلستر دی مساوی به 2.5 سانتی متر. خب پس دوباره از کاپی میگیریم، کاپی را انتخاب میکنم، از اینجا در اینجا پست میکنیم. خب پلستر داریم، از بالا چی داریم، سلب داریم. سلب است که ضخامتش چقدر است، 15 سانتی متر است. خب یک خط وصل میکنم، دوباره کاپی میگیریم از قسمت و پس دوباره از اینجا در اینجا پست. خب بعد سلب چی داریم، بعد سلب میشه هیتد برایک در نظر بگیریم یا خشتی سوخته چند سانتی متر و 7 ارتفاعش است، 7 میگیریم ضخامتش است. خب قسمت هم همیشه حذف بکنیم دیگه، فعلا به درد نمیخوره. چی است، خطای کمکی بود که دیگه کارایی نداره، حذفشان میکنیم. خب دوباره کپی میکنیم، خب دوباره کپی، بعد از برایک مورتر یا مساله در نظر میگیریم، چقدر بالای خشکاری یک مساله باید داشته باشد، مثلا 3 4 یا 5 سانتی متر، 3 سانتی متر در نظر میگیریم و بعدش هم کپی میکنیم، دوباره چی در نظر میگیریم، ایزوگام در نظر میگیریم به خاطر آیق چی شوند، رطوبت شوند که 2.5 سانتی متر یا 3 سانتی متر میشه در نظر بگیریم. خب و بعدش خب ایزوگام کردیم، میشه از بالاش هم دوباره 2 سانتی مساله در نظر بگیریم و چی کنیم، سه سانتی مساله در نظر بگیریم و دوباره چی تاج یا مو کاشی در نظر بگیریم. ضخامت بوم هم بسیار زیاد شد، به این خاطر در دیزاین ضخامت بوم چی هست، دقت بیشتر میکنین. این وزن ضخامت نظر به ضخامت بوم، وزن بوم چی میشه، زیاد میشه. خب این قسمت اضافیشان دلیت میکنم، خط کمکی رسم میکنیم، دوباره داریم قسمت ها دلیت شد. خب این انتر حذف میکنم، دوباره کپی میگیریم از اینجا و تکرار پیست میکنیم، در قسمت ها پیست میکنیم تا اینکه چی شود. خب خطی از این فکر کنم بسیار کمی کلان آمده، اندازهش 18 است، بله کلان آمده، خردتر میگرفتیم خوبتر بود.
خب در اینجا که داریم قسمت زیرین چی داریم؟ کمپکت سویل یا خاک تپک شده داریم. بعد از اون بولدر داریم، بولدر استون یا بولدر هم بگیریم میشه. ضخامتش هم 25 سانتی متر در نظر گرفتیم. بعد از این هم 10 سانتی مساله داریم، کنکریت داریم. کنکریت کنکریت داریم به ضخامت چقدر؟ مارکی 150 در نظر میگیریم به ضخامت 10 سانتی متر. خب بعدش هم مساله داریم 5 سانتی متر است و بعد از اون چی داریم؟ کاشی. کاشی چند سانتی متر داریم اینجا؟ خب 3 سانتی متر در نظر گرفتیم فکر کنم. 3 سانتی متر. خب قسمت های اضافی چی میکنیم؟ حذف میکنیم. از این خط یک کاپی میگیرم، در اینجا اندازش بزرگ میسازم، مثلا 50 یا 60 باشه. 60 50 میسازم اندازش. خب نوشته میکنیم سکشنی یا سکشنی A. خب پس دوباره یک کاپی میگیریم به این شکل. دوباره میشه چی کنیم؟ اسکیلش نوشته کنیم، کنترل یو، اسکیلش هم یک به نسبت 100. البته فعلا قبل از که ما یک به نسبت 100 نوشته کنیم، بعدش میشه یارش چی کنیم؟ تنظیم بکنیم که اسکیل در وقتی پر این تنظیم بشه که چند نظر به اندازه که در نقشه در ورق میآید اسکیل در اونجا تنظیم میکنیم. خب رنگ گیرم با لیر میسازم. خب این قسمت اضافیش هم خب دلیت کردیم. این قسمت دروازه داریم، این قسمت هم دروازه است. این قسمت هایش است پشتکاری است به همین شکل. چی بود؟ یک سکشن است که یک سکشنی یک منزل است که توسط برنامه اتوکاد چی شد؟ رسم کردیم. خب عزیزان میشه اینجا هم خاک در نظر بگیریم، مثلا به این شکل یک خالیگاه برش بدیم. مثلا اچ بیاریم، اینجا ارت داره، ارت بخشی خاک. ای انتر کنیم. ارت کلیک میکنم و پس دوباره سلیکتش میکنیم. اسکیلش هم اگر 40 بسازیم و درجه زاویهش هم کمی زاویه دار بسازیم به این شکل. خب حال چی شد؟ درست شد. دوباره انتخابش میکنم و اینجا هم چی؟ سلکت میکنم جایی که نیاز است. خب خطای اضافی را دلیت میکنیم. به این شکل میشه شما سایر قسمت هایش هم خاک بتین. خاکی که در اینجا کمپکت سوال گفتیم، یعنی خاک تپک شده. خب بعدش میاریم اینو در این قسمت چی میکنیم؟ نزدیک میسازیم، کپی کرده و ایره دلیت میکنیم. خب میشه این متنش هم موو بکنیم به قسمت پایین. خب عزیزان چیزی که اینجا
نیاز است و این قسمت فراموش شده چی است؟ در اینجا در نظر گرفتیم، در اینجا در نظر نگرفتیم. یکی خوینی است که 30 سانتی چی در نظر گرفتیم؟ 50 سانتی پیک در نظر گرفتیم. باید اینجا 50 سانتی آفست کنیم. آفست 50. اینجا من خط کمکی رسم میکنم، دوباره اکسندش میکنیم و دوباره آفست 50. خب خط کمکی را حذف میکنم. خب CHA چنفر میزنیم، انتر. این قسمت ها را با هم دیگر انتخاب میکنیم. خب دیستانس فال بده، دیستانس چی میکنیم؟ 0 میزنیم و دوباره 0. حال چی شد؟ 0 شد. دوباره انتر میکنیم اینجا. اما در این قسمت چی بود؟ مقدار بیشتر بود. از این اندازه چند؟ 21 سانتی نسبت به اون قسمتی که دایروی است و 100 سانتی از اول تا آخر چی کردیم؟ از این قسمت 100 سانتی آفست کردیم. 100 سانتی آفست بکنیم. خب میشه را به این شکل هم در نظر بگیریم. این به شکل دایروی در نظر بگیریم و یا میشه به شکل راست در نظر بگیریم. خب ما تا اینجاش به این شکل در نظر میگیریم و 30 سانتی در نظر بگیریم و اینجا هم چند. خب یک کار میکنیم، این رو وصل میسازیم. این قسمت ها رو وصل میسازیم. خب این خط از بین میره. خب CHA میتونیم برای شنفر کنیم یا فلت. شنفر میکنیم به دیستانسی مثلا 40 سانتی از دو سمت شنفرش میکنیم. 40 و 40. این سمتش هم چی میکنیم؟ شنفر میکنیم. به این شکل میشه. این سمتاش هم چی کنیم؟ خب از اینجا اشتباه شد، باید این خط امتداد میدادیم. CHA این خط و این خط با هم دیگر چی شود؟ وصل شود. خب CHA دیستانس 40 انتر و 40 انتر. خب بعدش رو میاریم به شکل چی است؟ به شکل خطوطی خط مستقیم است، به شکل خطوطی منقطع میاریم. به خاطر چی؟ به خاطری که در ارتفاع است و در قسمت بالا است و دیده نمیشه. خب به این شکل رو چی کردیم؟ تنظیم کردیم. این بود پلان و این پلان منزل اول، پلان بام و اینجا هم چی است؟ پلان روف پلان ببخشید سکشن است که سکشنی که در قسمت گرفتیم این رو در اینجا نمایش دادیم. خب البته قابل یادآوری است که سکشنی که از اینجا میبینیم سمت راستش باید سمت راست چی باشه؟ زینه باشه. سمت راست زینه باشه. درست است. به این شکل سمت راست چی است؟ زینه است. کاملا دقیق رسم شده. شما هم به این شکل میتونید در نظر بگیرید. و البته اینجا هم میشه از یک کاپی بگیریم
در اینجا پیست بکنیم و بعدش یعنی قسمت سلبش چند سانتی بگیریم اینجا 12 سانتی در نظر بگیریم. خب عزیزان، امیدوار هستم از درس های ما چیزی بیاموزین و منتظر درس های دیگر ما هم باشین. این بود نمونه از یک پلان و سکشن انجینری و همیشه نمار هم شما به همین شکل رسم بکنین. از اینجا چی بودین برش اکس لاین بودین و رسم بکنین. البته در درس بعدی هم من براتون یک نمار رسم خواهد کردم. این بود طریقه سکشن. نظر به اینکه ویدیو طولانی است، من ویدیو را کوتاه در چند ویدیو در چینل براتون اپلود خواهد کردم. موفق باشین عزیزان. کانال ما رو سابسکرایب کنین، فالو و شیر بکنین تا از ویدیوهای بعدی ما در بخش‌های مختلف انجینری آگاه شوین. خدا نگهدار.